پردولهان و نادرشاه جنگ و چوشم پدر بوده که نادرشاه افشار زهمجن جنگول گیشتر بلوچ بوده گند. من ایسایی سال 1730 وقتی که نادرشاه افشار به افغانستان سرا روشکنگ نیتی هستد چهاران دمگا گوست گودا آیا ملک پردولهان نیمگا کلو کد که من جنگ روا گایا تیم پردولهان منا لشکری بده. بلچوش که آیه ای کلو شد په خانکلات و سر بود و دیر وحدی په پردولهان سر بود پمیش که آیه ای کلو پردولهان دیر شد و سر بود چه همه سبب آیه همه وقت نادرشاه واسطه لشکر راه داد نکد پمیش که پردولهان سرا سگ زهر بود و وتی زهری دلا داشت. چه یشیا ساری وحدی که نادرشاه مشهد و سیستان سرا روش کد چه محمود سیستانی و آیه درست مردمانی کشگا پد آیا اصفهان سرا روش کد گورا او دم خواجه موات و شاه اشرف جنگی داد. یه جنگ تها شاه اشرف سگ فروش ورد او گو 1200 مردم همراهی چه او دان تد کو پا با هوتی دیم پا لاروکانه شد. بله او ده مردم شاه اشرف را پناهش نداد و گورا آگون تبتگیم پاده گونوتی همراهان چه او دان درات کو دیم پا وتی برات شاه حسین گلزئی ورا من کندهارا روا گاید که راه آیه آد کو مهاران شهجو بومبند سرا منزل کد. وحدی که چه او دان لردت و دیم پا کندهار نیمگر رها دگ بود گرده پردولهان پا نادرشاه حاطر وشکنگا و تار آیه دیما وشنام کنگ حاطر شاه اشرف رندا کبت گرده پردولهان شاه اشرف مشوراوگ هند دمگ رسینی تو آیرا گرید چگرگا پد پردولهان چه آیا شدر بزن کوهنور هیرا و الماس جز کد که همه الماس کوهنور منه بده بل آیا نمانه تو گوشتی که منه گونه هن. وعده که پردولهان آیا را کشی تو چه آیه کشگرند آیه اردان بزن پروپتنکان پتید گوره چه آیه اردانی توکا کوهنور هیرا درکید. چیز وحده پد پردولهان یه کوهنور الماسا سندی سوداگرانی گوره بهای کند تا همین دولا کوهنور رود گون کواس شاه جهان دستا کپید بل دیگه جایی گوشند که ای کوهنور الماس بلوچانی بوتگ یہ تاریخی مدی امیر عباس نوشیروانی اول گنبد سرا مانگرگ بوده که چه بودن دوزدگ بیتو هندوستان
جامنگه را بهاکنگه بید. چه شاه اشرف کشگا پردلخان نادرشاه بلاهین دشمنی کشت و گار کد. بله نادرشاه که بلاهین وقت من و کس ملیکیت و آیا پادشاهی رگ من جانایت آیا پردلخان این یکی هیچ دیما نیاورد. وقتی که پردلخان چه شاه اشرف کشگا پد وتی هنکین نیمگا آتک گوڑا نادرشاه افشار بلاهین لشکر زرد و مهاران سرا عروج کد. این زمانه گا پردلخان هم وتی سرت و دوران آید آیا بید چه وتی سرداری بید چه دیگه حاکم و سردارانی کمک و مدد و پادشاهی جنگ کد و نادرشاه آیا را پروش داد نکد. پمیشکا نادرشاه ناکام مجبور بود که په جنگ بندی و پردلخان سرداری منگا گو آیا سهلو تران بکند. چه سهلو ترانا پد نادرشاه آیه سرداری منه تو په همه گپ پاکا و باورکنای نگاه خاطره نادرشاه آیا را چه هنوگین ایرانی مکران مالیات هر سال 200 تن دیگه کال کد. دومی نیمگا یک گپ هم دیما آرگ بود که باید پردلخان مکران گورنر حکما بمانید و همایی دست چیرا کار بکند. پمیشکا نادرشاه مکران گورنر را گوشت که پردلخان سرا نظر ایر بکند تا که سرکشی مکند. بله چوش که پردلخان یک بهادر رو آجو تبین سرداریت پمیشکا آی نلوٹد که دیگه یکی دست چیرا ببید و هنچوش وتی لشکری هم پا آجویا منین تگد که هیچ کسی دست چیرا مبید. پمیشکا آیا مکران گورنر هیچ گپ نگفت. یک گپ هم بیترانه کنگی نهند که همه جنگ بندی وحد سهل و ترانه یک گپ من نگ بودگد که نادرشاه مسیستان و کرمان و تی گورنر هم بنا دینید. پمیشکا آیا الماس خان را سیستان و پیر محمد را کرمان گورنر جور کد. راج دفتری و گواسنی که سر روانند امیدند که شما را پسند ببید. چشم صبر و اپارا باز منتواران سلامت و جاندرا باتید. من شما دیوان کستر بهرام حسین بور بلوچ.